ساکنان شرفمند و مهنتقرین ناحیه خوشمنظر خاولینگ جشن نوروز را با امید و آرزوهای نیک مرتب نمودن نمایشگاه هنرهای مردمی و طعام و خورش‌های ملی استقبال گرفتند. نمونه‌ها از هنرهای قدیمی از جمله کشیده‌دوزی‌های پرنقش، چکن و گلدوزی، قراقدوزی و هنرهای بافندگی به نمایش گذاشته شده بود که بشارت از هنرمندی بانوان می‌کرد. سپس چاره‌بینی فرهنگی بخشیده به این جشن فرخنده آغاز شد. رئیس ناحیه اشتراکداران این همایش ادانه و در سیمای آنها کل ساکنان ناحیه را با جشن نوروز عالم‌افروز تبریک گفته برایشان بهار پرفیض، شادی و نشاط و سعادت زندگی را تمنا نمود. قید داشت که نوروز یکی از جشن‌های کهن‌ترین مردم تاجیک به شمار رفته در طول 100 ساله‌ها تا این زمان به ما آمده رسیده است. در این روز فرخنده شادی و خرسندی کودکان و نورسان حد و کنار نداشت. یکی سرود می‌خواند و دیگری می‌رقصید. بهار تاجیکستان عزیز ما همیشه زیباست و مخصوصاً در کوهستان در ناحیه باستانی خاولینگ بهار در حقیقت به بیز رنگ کمان حرف می‌آید. مرد و زن این ناحیه همیشه وقتی که در آمد بهار در آمد عید بین‌المللی نوروز با کارهای دهقانی مشغول می‌شوند، آنها به یک حس احترام نهایت بلند و این نوروز ارج می‌گذارند. نوروز یکی از جشن‌های ملی ما بوده. همه ساله با آمد بهار ما جشن نوروز رو پیشواز می‌گیریم، تجدید می‌نماییم و همه ساله با آمد جشن نوروز مردم دهقان با کشت و کار بهاری و با یک روح الهامی تازه گرفته با کشت و کار بهاری آغاز می‌نمایند. همچنین مردم جماعت‌های شهرک دهات مخصوصاً مردم جماعت دهاتی شگنا با آمد بهاری نو و با جشن نوروز رو با یک شکوه و شهامت خاصه پیشواز گرفته و برای کشت و کار بهاری آماده می‌شوند. باید گفت که جشن نوروز در زمان صاحب استقلالی کشور با جهد و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان مقام بین‌المللی را کسب کرده است که باعث افتخار مردم تاجیک است. با امید آنکه در فضای مملکت بزرگ ما همیشه صلح و وحدت پایدار تنانداز باشد و همیشه نوروز خاولینگ ما نوروز وطن عزیز ما همیشه با ما سری پوری بیاید. صنعتکاران و هنرمندان ناحیه و اهل هنر انسامبل سپر نزد وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد برنامه تئاتر کننده شده خود و صحنه و شعرخوانی که در وصف بهار و نوروز تهیه شده بود خاطر اشتراکداران را بالیده گردانیدند.